يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان 60 شعبه دارد و حیا یکی از شعبه های آن می باشد. در حدیث دیگر گفتند و درستی که حیا از ایمان است. و در حدیث دیگر فرمودند حیا کلاً خیر است. بله برادران و خواهران عزیزم، بالاترین درجه حیا برای کسی است که در مقابل نعمتهای خداوند شکرگزار باشد و در مقابل آن ناسپاسی و کفران نکند و در سختی ها و بلاها خدا را فراموش نکند، حرفهای کفرآمیز نزند و به درگاهش زبان اعتراض نکشاید و همیشه او امر خدا را اطاعت کند و از حرام ها دوری جوید و از خداوند متعال در تمام حرکاتش و لحظاتش بترسد آنچنانی که سزاوار و شایسته است. بله برادران، گرچند که ما الله سبحانه و تعالی را نبینیم و باید بدانیم که آن در همه حالت ما را می‌بیند و می‌شنود. پس حیا تاج اخلاق است. با این تاج اخلاق خود را کامل نماییم. قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله.